سوت آقای زمانی به صدا در میاد و با دست خودش علامت میده به چه شکل میخواد توپ رو ارسال کنه. با پای راست توپ رو میفرسته به دهانه دروازه و ضربه سری که به بیرون میزنم. تیگدری از سمت راست صاحب توپ ارسال میکنه به سمت چپ، به دنبال توپ هست نعمتی، میاره رو پای راست میزنه به سمت دروازه، اما توپش جایی میره که محمد خلیفه حضور داشت و توپ رو در آغوش گرفت. سیامک نعمتی ارسال به روی دروازه، جعفری ضربه سر رو میزنه، مدافعین آلومینیوم برمیگردونن و توپ توی دروازه جای میگیره. گل برای گلگهر سیرجان. یه ضربه ناگهانی و قشنگ رو زدن بازیکن گلگهر سیرجان و نتیجه 1-0 میشه. مجید عیدی اولین گل مسابقه رو به ثمر میرسونه برای گلگهر سیرجان و نتیجه 1-0. خوشحالی بازیکن گلگهر و نیمکت نشینان تیم میاد، خوشحالی خودش رو هم تقسیم میکنه با نیمکت نشینان. مجید عیدی اینجا تو رو برگردون، استوپ سینه چه ضربه ای رو زد، چقدر قشنگ زد. یه سوپر گل رو میشه گفت زد، با استوپ سینه توپ رو کنترل کرد و با پای راست زد به اون گوشه دروازه. کاری از دست خلیفه بر نمی اومد. از نمای دیگر ببینید چقدر قشنگ زد. هرگز دست محمد خلیفه به این توپ نخواهد رسید. 1-0. یک بار دیگه ضد حمله شکل میگیره. تیگدری دروازه. این بار خلیفه اجازه نمیده دروازه آلومینیوم عراق باز بشه. یک عکس العمل زیبا رو انجام داد خلیفه در مقابل مهدی تیگدری نژاد و اجازه نداد برای دومین بار دروازش باز بشه. نمای آیسته رو میبینید، تنها بود تیگدری زد، فنی هم زد، اما تو میرسه به تیگدری، تو رو نگه میداره تیگدری. حالا از سمت راست تیگدری وارد محوطه جریمه میشه، خودش میزنه به سمت دروازه و خلیفه اونجا راه توپ رو سد کرد. و چند سالی رو بازی کرد برای گلگهر امین پورعلی، حالا پویا پورعلی رو در ترکیب داره. مهدوی میاره به سمت راست برای نوری، توپ رو نگه میداره، هوشمند توپ رو ارسال میکنه به محوطه جریمه، ضربه سر و اونجا دروازه گلگهر رو فرزین گروسیان نجات میده. یک بار دیگه کورنر باید تکرار بشه، باز هم توپ رو میفرستن به محوطه جریمه، مدافعین گلگهر توپ رو برمیگردونن، در برگشت یه بار دیگه ضربه ای که زده میشه و خطرناک از کنار دروازه گلگهر به بیرون میره. عیدی زننده تک گل مسابقه تا اینجای کار، به دنبال توپ تیگدری پا به توپ حرکت میکنه، مهدی تیگدری وارد محوطه جریمه میشه، تو سر توپ میزنه رو به بیرون برای نعمتی و نعمتی نتونست دروازه آلومینیوم رو باز کنه. رو برمیگردونن، آشوری روی توپ اثر میذاره، شهرآبادی میاره به سمت راست برای تیگدری، از سرعت خودش میتونه استفاده کنه، تیگدری میزنه به سمت دروازه و اونجا درازکش خلیفه است که توپ رو جمع میکنه که تا دقیقه 78 مسابقه 3-2 مثل رفسنجان شکست خورد، توپ وارد دروازه نشد و اونجا فرزین گروسیان دروازه گلگهر سیرجان رو نجات داد. آلومینیوم ارسالی که انجام شد، ضربه سر و بدین شکل در 2 مرحله توپ رو به کورنر فرستاد و اجازه نداد دروازه گلگهر باز بشه. ضربه سر رو
زاهدی زد، یک بار دیگه از سمت راست آلومینیوم توپ رو میفرسته به دهانه دروازه و فرزین گروسیان از دروازه بیرون میاد و توپ رو جمع میکنه. مهدی پور بلند مستقیم، بازی مستقیم، فرصت برای آلومینیوم و توپی که خطرناک از بالای دروازه گلگهر سیرجان به بیرون میره. چه حرسی میخوره تارتار کنار زمین. اینجا ببینید توپ رسید به ساسان حسینی، با پای چپ تک ضرب و سرضرب زد، اما توپش بدین شکل و اینجا هم سوت پایان بازی با نتیجه 1-0 به صدا در میاد و گلگهر موفق میشه 1-0 با تک گل مجید عیدی در اولین هفته لیگ برتر در فصل جدید آلومینیوم عراق رو شکست بده.